خداوند است. جانداران خداوندند، انسان خداوند است، آفتاب خداوند است، مهتاب خداوند است، خودساخته ها خداوند است. دکتر ذاکر نایک. ما مسلمانان میگوییم همه چیز از خداوند است. جانداران از خداوندند، انسان از خداوند است، آفتاب از خداوند است، مهتاب از خداوند است و خودساخته ها از خداوند است. اگر ما از این میان فرق را برداریم، پس هندو و مسلمان یکی خواهند شد انشالله. من جرید توماس محصل از پوهنتون عثمانیه می باشم و فعلا کارمند یکی از کمپانی های اینترنتی هستم. 2 سوال دارم. یکی این که معلوم است که قرآن بدون احادیث نامکمل است و دیگر این که در کتاب مقدس آمده است که هر کی عیسی را قبول ندارد بناهن هر 3 حقیقت یعنی خداوند متعال، مریم مقدس و عیسی علیه السلام را نپذیرفته است و او اصلا بر ضد خداوند و حقیقت قرار دارد. و از طرف دیگر می‌دانیم که در حدیث آمده است که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بنابر وحی خداوند متعال رسالت خود را بجا کرده است. پس من چطور حقیقت را درک کنم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. برادر ما سوال کردند که طی آن چند موضوع را مشخص ساختند و همچنان اضافه کردند که می‌داند که قرآن کریم بدون احادیث نامکمل است و همچنان گفتند که در کتاب مقدس آمده است که هر کسی که عیسی را نپذیرفت بنان و غیره و غیره. خب گفتنی من در این رابطه چیست؟ شماره 1. قرآن عظیم الشأن بدون احادیث ناتکمیل نیست. قرآن خود مکمل است، ولی برای فهمیدن قرآن شما مجبور هستید که به محتویات تفسیری آن مراجعه کنید که در آن همه احادیث نوشته شده است که آن احادیث سخنان حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می باشد. یعنی قرآن خود تکمیل است، ولی برای اینکه بتوانی به طور درست و دقیق آن را بفهمی باید تشریحات درست و منظم آن یعنی احادیثی که عبارت از سخنان پیامبر می باشد را بخوانی. و حالا برای اینکه من کتاب‌های دیگری را به اندازه کافی خوانده‌ام و می‌دانم چند مورد را حل می‌کنم، ولی این به این معنا نیست که من همه آنها را کلام خداوند میپندارم. لطفاً مرا غلط درک نکنید. من استراتژی قرآن را به کار میبرم که خداوند پاک در قرآن عظیم الشأن سوره آل عمران سوره 3 آیت 64 میفرماید که ای اهل کتاب چرا گفتگو میکنید در شأن ابراهیم و آنچه نازل شده است در تورات و انجیل مگر بعد از آن پس چرا عقل نمیکنید؟ خداوند در سوره رعد سوره 13 آیت 38 میفرماید ترجمه و برای هر دوره نقطه تحولی خواهد بود. خداوند متعال تحولات زیادی را به میان آورده است که نام گرفته 4 تحول را در قرآن عظیم الشأن واضح ساخته است: تورات، زبور، انجیل و فرقان. که تورات عبارت از وحی و تحولی هست که برای موسی علیه السلام آمده است. زبور عبارت از وحی و تحولی هست که برای داوود علیه السلام نازل شده است. انجیل وحی و تحول است که برای عیسی علیه السلام فرستاده شده است. و فرقان عبارت از آخرین وحی و تحولی هست که برای آخرین پیامبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نازل شده است. حالا 3 تحول از این تحولات برای گروهی از مردم فرستاده شده بود که آنها نسبت به آن پیش می روند که برای مدت معین تعیین شده بود، نه برای همیشه، ولی به خاطر اینکه قرآن کتاب آخر و تحول نهایی است. خداوند در قرآن عظیم الشأن در سوره الحجر سوره 13 آیت 9 می‌فرماید ما قرآن عظیم الشأن را فرستادیم و آن را مایه روشنایی تثبیت نمودیم که قرآن یگانه کتاب راجستر شده است در زمین که خارق‌العاده است. این را من نمیگویم، بزرگان ادیان همه گفتند و شمول ویلیام نا، کسی که یکی از محققین اصیل اسلام است و خود هم مسیحی می باشد، او 200 سال قبل گفته است که هیچ کتاب دیگری نیست که مدت طولانی را در تسخیر خود داشته باشد، یعنی بیش از 1200 سال، ولی قرآن است که بیش از 1400 سال است که کاملا معتبر است و مورد اعتبار مسلمانان. خود مسیحی بود، محقق علوم اسلامی، او باید درست باشد که قرآن کتاب خارق‌العاده است. حالا همه تحولات دیگر برای مدت معین فرستاده شده بودند، وقتشان تکمیل شد به شمول کتاب مقدس. حالا من کتاب مقدس امروزی را همان کتاب نمیدانم که کلام خداوند است، بلکه برای ما مسلمانان وحی خداوند برای عیسی عبارت از انجیل است. ولی کتاب مقدس فعلی را که با خود داریم یک کتاب مختلف از چندین مورد است که اصلا ما را مجبور نمی سازد تحقیق کنیم که این کتاب اصلی یعنی انجیل نیست. حتی بسیاری از گفته های پیامبران نیز در این ذکر شده است. این کتاب سخنان تاریخ را دنبال می کند و اصلا در این نخوانده ام که بگویم کلام خداوند است،
نمیتوانم که بر علاوه تعداد زیادی از موارد غیر علمی را در خود دارد که نمیتوانم باز هم آن را تکرار کنم. من با دکتر ویلیام کامبل گفتگوی علنی داشتم که او کتابی بر علیه اسلام تحت عنوان قرآن و کتاب مقدس در روشنایی ساینس نوشته بود و در آن ذکر کرده بود که قرآن عظیم الشأن 30 مورد غیر علمی دارد. من به ایالات متحده آمریکا رفتم. او از فیلادلفیا است و در سال 2000 در اوایل اپریل در آنجا قرار گرفتم و در پرتم مقاله قرآن و کتاب مقدس در روشنایی ساینس همه موارد منفی را جواب دادم و حل کردم. ولی زمانی که من 38 مورد غیر علمی در کتاب مقدس را پیشکش نمودم و اصلا نتوانست به آنها جواب بدهد. خداوند متعال در قرآن عظیم الشأن در سوره بقره سوره 2 آیت 79 می‌فرماید: پس شدت عذاب است برای کسانی که کتاب را با دستان خود نوشتند و پس از آن گفتند این کلام خداوند متعال است تا اختیار کنند به عوض آن بهای اندکی را. ولی بایبل امروزی همینطور که اگر بدانی واژه اصلی نیست بلکه از واژه اصلی یونانی به نام ببلاس گرفته شده است که کتاب کتاب‌ها معنا می‌دهد و متجربین میگویند که مؤلفین زیادی هستند که مربوط به کتاب مقدس میشوند. من نمیگویم، بزرگان مسیحی میگویند. یعنی من کتاب مقدس فعلی را کلام خداوند متعال نمیپندارم. باز هم اگر از من سوال میکنی که آیا میتوانی بگویی اثرات دیگر از زبانهای دیگر کلام خداوندند، من میگویم شاید باشند و یا شاید نباشند. فقط 4 کتاب برای 4 پیامبر فرستاده شده که ثابت است. در غیر آن اثرات زیادی وجود دارد که متعلق به ابراهیم و دیگران است که من در قبال آنها شاید اضافه می کنم. میگویم شاید اثرات هندو شاید کلام خدا باشد، شاید اثرات بودیزم کلام خدا باشد، شاید اثرات پارسی کلام خدا باشد. ولی اگر بوده باشد بنان برای همان مردم در همان وقت بوده. امروز ما مجبور هستیم که کتاب و تحول آخرین یعنی قرآن عظیم الشأن را باور کرده و تعقیب کنیم که ارتباط به همه بشریت دارد که در هر جا زندگی می کنند. هندوستان، آمریکا، کانادا، انگلستان، سنگاپور، عربستان سعودی، همه بشریت در کره زمین باید آخرین تحول خداوند یعنی قرآن عظیم الشأن را باید دنبال کنند و اولین و آخرین پیامبر دنیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم را. من نمیگویم کتاب هندویسم کلام خداوند است. شاید گاهی اگر بوده برای همان مردم در همان عصر بوده است. بزرگان هندو موافق هستند که کتاب اصلی به میان آمد و کتاب قبلی تبدیل شد. بودایی ها موافق هستند که کتابشان دیگر تبدیل شده است. تمام بزرگان از تمام ادیان اسلام را میپذیرند. آنها موافق هستند که کتاب دیگر برای عصرهای مختلف و معین بوده است. پس همان طوری که من اظهار کردم، زمانی که یک بودیزم میپذیرد که کتابش کلام خدا بوده که تبدیل شده و مدار اعتبار نیست، هندو قبول میکند که کتابهایش کلام خداوند بوده. پس خود کتابشان میگوید که آخرین تحول خداوند متعال یعنی قرآن عظیم الشأن را دنبال کنید. خب من میگویم شاید کلام خدا باشد یا نباشد، ولی شما خود میپندارید که کتابتان کلام خداست. پس شما به آن باور کنید. یعنی به کتاب خود باور کنید که شما را وامی دارد تا کتاب نهایی خداوندی یعنی قرآن عظیم الشأن را دنبال نمایید. مثل که در گاسپل کتاب مقدس نوشته شده جان مشخص ساخته است که در بخش 16 سطر 12 الی 14 آن نوشته شده است که عیسی علیه السلام میگوید من درس‌های زیادی برای گفتن به شما دارم ولی نمیتوانم حالا برایتان بیان کنم. ولی پیامبر دیگر میآید که همه موارد حقیقی را برایتان روشن میسازد. او از خود صحبت نخواهد کرد بلکه سخنان خداوند را بیان خواهد کرد. او شما را خواهد فراخواند و من را تکریم خواهد کرد. او شخص کی بود؟ محمد صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم. آیا شخص دیگری در کنار محمد وجود داشت که در پرتو گفته های خداوند عیسی را تکریم میکرد؟ دوستان عزیز، برادران و خواهران، السلام علیکم. رحمت باد بر شما. این وظیفه من است که از شما خواهش کنم نورین را تماشا کنید. تو خود گفتی که هر کی عیسی علیه السلام را قبول ندارد و او را رد می کند بنان به دوزخ خواهد رفت. من با تو موافق هستم. بله موافق هستم. هیچ مسلمان نخواهد بود که به عیسی علیه السلام باور و اعتقاد نداشته باشد و ما مجبور هستیم که بگوییم علیه السلام یا رحمت خدا بر وی باد. من نمیتوانم بگویم عیسی. من مجبور هستم بگویم علیه السلام یعنی عیسی علیه السلام.
اگر من به اسم عیسی علیه السلام را یک جا تلفظ نکنم، بزرگ مسلمانی که در کنار من نشسته است من را با لگد خارج می سازد. من مجبور هستم علیه السلام را اضافه کنم. یعنی هیچ مسلمان نیست که به عیسی علیه السلام باور و اعتقاد نداشته باشد. ما باور داریم که او یکی از اساسی ترین پیامبران خداوند متعال بود. ما باور داریم که او به شکل معجزوی به دنیا آمد و متولد شد که تعداد زیادی از مسیحیان مدرن به این مورد باور ندارند. ما باور داریم که او مرده را زنده می ساخت به حکم خداوند. ما باور داریم که او اساسی ترین موارد را برای اعتقاد به خداوند متعال انجام میداد. مسلمانان و مسیحیان در کنار هم در حرکت هستند. تو درک داری که به عیسی باور داشته باشید که چی شود؟ باور داری که او خدا بود؟ درست است؟ وقتی میگویی به عیسی باور کنید منظورت این است که او پیامبر بود؟ من باور دارم که در راهی که روان هستم راه حقیقت و زندگی است. چی معنا میدهد؟ معنا این است که او خود خداوند است. برادر ما گفتند در کتاب جان است. من ارائه میدهم. بله ارائه میدهم، مشکل نیست. چی نوشته است؟ در بخش 14 جان آمده است. شما بگویید. کدام سطر؟ من کتاب مقدس را دارم ولی شما بگویید. بخش 14 سطر 16 جان. سطر 16 نه، آن سطر 6 است. ببینید آقای نایک، شما مرا درس ندهید، فقط سخنان خود را بگویید. 0% است که نمیتواند سوالات ما را جواب بدهد. حالا درست شد. برادر عزیز، تو درست نمیگویی. تو کتاب مقدس را در بکس خود نگهداری کردی. آن را از بکس خود بیاور و تو سطر 6 بخش 14 از گاسپل جان را اشاره میکنی که سطر 6 است، نه سطر 16. و تو گفتی که عیسی علیه السلام گفته است که خدا هست. به سوال تو میایم. قبل از آن میخواهم چیزی برایت بگویم. من کتاب مقدس را خواندم. هیچ سطری در کتاب اصلی کتاب مقدس یعنی انجیل وجود ندارد که عیسی علیه السلام گفته باشد که من خدا هستم و شما من را پرستش کنید. اگر باز هم ایرادی داری پس نشان بده کوچکترین سطر از کتاب مقدس، یعنی انجیلی را که عیسی علیه السلام خود گفته باشد او خدا هست و دیگران باید او را پرستش کنند. اگر توانستی من در اینجا مسیحی خواهم شد. من دیگران را شریک نمی سازم بلکه خود را در این چالش پیشکش می کنم. من متعلم از ادیان مقایسوی هستم. شما کتاب مقدس را خوانده اید در حالی که من هم آن را مطالعه کردم. شما میگویید که من نباید بر شما کتاب مقدس را تدریس کنم. عیسی علیه السلام گفته است که حقیقت را قبول کنید و حقیقت شما را در روشنی خواهد برد و من ان شاء الله حقیقت را برای شما بیان خواهم کرد و حقیقت شما را امروز بر روشنی خواهد کشاند ان شاء الله. همینطور که قبلا اشاره کردم هیچ سطری در کتاب اصلی مقدس یعنی انجیل وجود ندارد که آمده باشد عیسی علیه السلام گفته باشد که من خدا هستم و دیگران باید من را پرستش کنند، بلکه حقیقت این است که عیسی علیه السلام خود گفته است که در بخش 14 سطر 26 گاسپل جان مشخص شده است که او میگوید مولای من نسبت به من مهربانتر است. در بخش 10 سطر 29 در گاسپل جان آمده است که مولای من مهربانتر است نسبت به همه جهان. بخش 12 سطر 28 گاسپل ماتیو آمده است که و او به میان آمد به قدرت خداوند. بخش 11 سطر 20 گاسپل لیوک آمده است که من زبانی هستم برای ارائه سخنان خداوند. بخش 5 سطر 30 گاسپل جان آمده است که من کسی نیستم جز میشنوم و میگویم و مرجع شنیدن من عدالت است. کسی که مرا قبول ندارد کسانی اند که من را پسر کسی میدانند و کسی که مرا برای شناختن خداوند میداند او حقیقی است که امروز مسلمان است. عیسی علیه السلام مسلمان بود. او هرگز سخن بدون از این نگفته است. این سخن خیلی روشن در کتاب اکتس بخش 2 سطر 22 نوشته شده است که ای اسرائیل بگو بدان که این عیسی است که نمونه خوب اثبات خداوند برای بشریت می باشد و بالاخره در آزمانه ساینس و تکنولوژی و شما او را تایید خواهید کرد. یک مرد نمونه از موجودیت خداوند جل جلاله در میان شما همراه با معجزات، علمی که خداوند برایش داده و شما قبولش دارید که کتاب مقدس واضح میگوید که عیسی علیه السلام هم یک مرد بود. شما سطر را گفتید که شاید سخنان شماست که از گاسپل جان بخش 14 سطر 6 بود که گفته شده است که عیسی علیه السلام خود میگوید که من عبارت از آن راهی می باشم که حقیقت هستی را بیان میکنم و هیچ مرد پدر من نیست ولی من هستم. حالا این اصلا در موقعیت با سخنان خودت و در مطابقت با کتاب ما یعنی قرآن موشن قرار دارد. جمله‌ای را که از خود استفاده میکنید اصلا در کتاب مقدس نیست. کتاب مقدس را باز کنید، من برایتان واضحا بیان میکنم حقیقت چیست. بروید به سطر 1 بخش 14 گاسپل جان. نوشته است که چرا میترسی؟
عیسی علیه السلام خود میگوید اگر به خداوند متعال ایمان داری پس مرا هم میپذیری. در هستی خدای من رحمت بیکران است و من میروم که منزل برای شما بسازم. و وقتی که رفتم میگویم، میپرسد آیا نمیدانی کجا میروم؟ میگوید نه خیر. بعد او میگوید که پس نشان بده که راه شما کدام هست. بعد عیسی علیه السلام میگوید من راه حقیقت و تعالی هستم. هیچ مرد پدر من نیست ولی من هستم. ما با آن عصر پیامبری باور داریم که هر پیامبر حقیقتی از موجودیت خداوند بودند. هیچ کس به خدا نرسید جز آنکه راه پیامبر را تعقیب کرد. در عصر عیسی علیه السلام من با کتاب مقدس موافق هستم که عیسی علیه السلام در عصر خود راه حقیقت هستی بود. هیچ کس به خدا نرسیده بود جز این که از عیسی آموزش ندیده بود. در عصر موسی راه حقیقت هستی بود. هیچ کس به خدا نرسیده بود جز کسی که درس موسی را تعقیب کرده بود. ولی در عصر امروز عیسی علیه السلام میگوید که من موارد زیادی برای آموزش به شما دارم که در گاسپل جان بخش 16 سطر 12 الی 14 آمده است که من موارد زیادی برای گفتن به شما دارم ولی شما آن را حالا نمیتوانید درک کنید و حقیقت دیگر وانمود خواهد شد که شما را به حقیقت خواهد کشاند. او از خود صحبت نخواهد کرد و سخنان خداوند را خواهد گفت و شما را بر روشنایی فرا خواهد خواند که در عصر امروزی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم یگانه راه حقیقت هستی است. هیچ کس به خدا نمیرسد جز این که راه محمد را تعقیب کند. و در عصر امروز که حضرت محمد پیامبر آخر الزمان هست، برای همگان که در هر کنار زندگی می کنند، چه در آمریکا، کانادا، انگلستان، هندوستان، عربستان و یا هر گوشه دیگر دنیا، برای همه بشریت در عصر امروزی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم یگانه راه حقیقت هستی هست. هیچ کس بر خداوند متعال نمی رسد جز این که راه محمد را تعقیب کند و این مورد است که همه کتب آسمانی آن را بیان می کند. خب حالا امیدوارم که حقیقت را یافته باشی و امید دارم که ان شاء الله به حقیقت بپیوندی و حقیقت برای تو روشنی اصلی خواهد